هرکس از سلام به دوستان تک دل. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. به خب آقا بهتون بگم که سرج رو گرفتیم. آقا امروز اصلا موضوع چیه؟ اونه که حالا میرم بیشتر که میدونید برابر استارز رو پرو پلیر هستید. حالا اونایی که خب تازه بازی رو ریختن و چیزی دربارشون با دست برام اگه تو پرو پلیر هستی به نظر من این بازی نمید، ولی ممنون میشم که یه لایک بکنی، یه سابسکرایب بزنی، اون زنگوله بزبزکی هم بزنی. آقا اصلا برابر استارز مقدمش چیه؟ آقا ما یه چیزی داریم به نام آقا ری، سوپر ری. اینم که اختصاصیه، اینو همین اول میگیری دیگه. استارتینگ برابر اینم اپیکه و متیک و لژندری که حالا آقا حالا بعد چطوری این اسکینا رو بگیرید؟ شما میتونید به اینجا مراجعه بکنید که تیکت. حالا اینا رو چطوری به دست بیارید؟ آقا اینجا شما باید اینطوری میای این چند تا ماموریت میریم به دست میارید. ماموریت چطوریه؟ میای قسمت گیتس، همین که یه دفترچه چیز زده، میای این قسمت مثلا اینجا میگه سه بار برنده شو 1600 دمیج بده، نمیدونم با این سه تا کاراکتر بکش. اونی که بیشتر چیز داره رو براتون میاره، یعنی مقام داره، رنگ داره. اینجا هم که حالا نمیدونم ناکپ میگه 3 بار وین تو ناک اوت یا شوداون. خب و میتونید یه جور دیگه که تو به دست بیارید. اینجا میتونید اینو خیلی مثل سگ بازی بکنید و اینو به دست بیارید که کار اونقدر راحتی نیست، ولی اونایی که اهل دلاش مثل سگ بازی میکنن میتونن اینو به راحتی بگیرن. دیگه بهتون بگم دوستان کلی مدل بازی هست، میتونید جمع کنید و مثل من چیز کنید، ولی اونقدر زیاد براتون نیستش. و یه بازی هستش رنگ هر سری اپیک میده، متیک میده. به نظر من اینا رو هم برید. و یه چیز جدیدی اومده، میتونید این پیتزایی جمع کنید به صورت این بازی. اینو برید و بازی کنید و هرچی بیشتر مثلا بیشتر باشید بهتون بیشتر میده. میتونید اسکین بگیرید، میتونید براولر بگیرید و تیکت برای بازیکن و کلی چیزای دیگه. و آقا همینطور که این اسکین هم داریم، یعنی اسکین لباس. مثلا اینجا این لژندری این زرده، مثلا اینو به نظر من ندید، خرج اینا نکنید. حالا من شاید مثلا یه کارای خرکی کرده باشم، مثلا اینو گرفته باشم یا مثلا چیز یا اینو مثلا گرفته باشم، ولی خب آقا اگر اینو به 45-50 خورده برسونید مکس میشه. و اگه اینو چیز کنید اینجا مکس بکنید یه دونه جعبه اینا بشید، اینا میده و میتونید خیلی بهتر اسکین رو بگیرید. و دوستان این بازلایتر رایگان میدادن، الان که شما دیگه بازی کردید فرصت بالا نمیتونید بگیرید دیگه. این فرصت خیلی خوبی بود و شما نتونستید استفاده کنید. آقا اینم مثل کالا پایین آقا به رابل استارز که فکر کنم دیگه اونقدر خر نباشید. بفهم حالا اونایی هم که نمیدونم خر نیستن، ببخشید آقا. برابل پس این اسمش برابل پس پلاس اینطوریه که همین این اسمش کنجیه. واقعا هم خوبه، اگه گرفتید بگید که پشمون برد. نه تنها این سبزه رو بهتون که رایگان میده، اینو میده، اینم میده. و اینجا لژندری استار دراپ، ما استار دراپ داریم. ببینید استار دراپ 4 دفعه میزنی، یا ممکنه به لژندری بده که 2%، 3%، متیک 5% و سوپر ری رو ریدن با اپیک هم چند درصد بیشتره. و احتمالا تو متیک اینا میده یا کلی اسکی میشه دیگه. به نظر من اینو 5 بعد اینا هم چیزه، اینا رو باید 5000 تا بدید، اینا رو چیز کنید، رنگ رو بیشتر بکنید. یعنی مثلا اینو دارم مکس لولش کردم، سعی کنید مکس لولش کنید و این انرژی داشته باشید دیگه. عرضم به حضورتون
چون که دیگه چی میتونم بهتون بگم واقعا I don't know. میتونید در این پلی بازی کنید و هر سری اینو بگیرید و میتونید حتی اینجا بازی درخواست بدید و UID اون طرف رو بدن، اینجا آیدی مشکی زده بگیرید و درخواست دوستی بدید و با دوستاتون حتی بازی کنید و معرفی کنید و چیز. میتونید کلاب بسازید. من تو کلاب یکی هستم. بعد میدونم که اخبارا رو میگیرید. فکر نکنم یه چیز خاصی باشه. حالا به غیر از این تیکت ها سکه میده که شما بتونید 5000 تا جمع کنید. الماس میده، شما با الماس میتونید بیاید قسمت شاپ و اسکین بگیرید، جمع بکنید و اسکین لژندری بگیرید. و میتونید کار دیگه هم بکنید، مثلا اپیک بگیرید ولی مثلا این چیزای صورتی چیز سکی چیزای 2750 اینا چطوری به دست میان آقا؟ همین رنگ رو شما بازی بکنید بهتون میده. اینا رو جمع میکنید میتونید بگیرید رو اسکین بگیرید به جای الماس. این کارو بکنید که به نظرم خیلی راحت تر اینطوریه. و داشتم میگفتم اینجا داشتیم میگفتیم برای استاردرا کلی میده که امیدوارم سفید باشید مثل من نباشید. یه کلی چیزه دیگه همینه دیگه. یه انرژی هم میده دیگه، خاصی نیستش. بعد آره بله درخواست فلان قبول نمیکنم آقا امیرعلی. خب مرسی که این ویدیو دیدید. داش عباسیتون دیگه میخواد بره. گود بای.